نگفت چی رقم دوباره گفت گپ دادم فکر کن اول اسکیل کورس ما آمد نه یکی دیگه بود ما بسیار دیگه بود تا تلاش میکردم پیشش واقعا گپ باشه میار جای که استان سعی میکردم یا اگر ما دوجه بودیم یاد دالیس بودین یا نه متوجه کلی که ما که میادیم در دالیس یگان دوره که میدادیم میرفتیم کی دید دویز بود ای دخترها نمی دیوایشان داده گفتم نبودین یک دانه دختر لیلا بود قبلا فهم که میگفت نفری مرد این 4 نفر که بود نه دمیگه خوی این بسیار دمی سن محاکمات اول نه دیگه 2-3 نفر بود 3-4 نفر دختر بود 3-4 نفر بچه او فقط در بیروبار 9 اسم شروع شده بود نه تقریبا مثلا با تایم که 1:30 بجه بود با تایم ما 10 دقیقه بود که دیدم اوف گفتم گفتم ماهتاب در زمین همه تو وقت گه باشه گفتم ماهتاب در زمین یه خنده کرد خب بعد صبحش که شد دیگه تمام روز مگزین نمی‌دستم میگه متوجهش میشم متوجهش بودم دیگه بسیار صبح نه دیگه تو بعد روز 4 که شد تاپیک شد نه دیگه دوباره لیلی اگه متوجه باشی که میگه هاف استایل این هر کدوم پرسون این پرسون که گفتی چی داد اینمی گفت چی علت است که بچه افغانستان میره بالخصوص در ترکیه تحصیل نداری یک برادرش هم در ترکیه نه در ترکیه تحصیل میکنه چی علت است و چرا دیگه من گفتم سایت خب بسیار رای آسان است کسایی گفتم لایق باید جواب گفتم نه بسیار خوب است ام تحصیلی با بلند سوی ام برایگان گفتم میره در سفارت امتحان میته یعنی $200 گفتم ثبت نام شد امتحان میته وقتی کامیاب شد دولت افغانستان دمای صدر پرورش میته و دولت ترکیه دمای 2.5 صد اینا فر با مصرف الهیش میته مثلا نان خبر پانتون میته یگان پیپسی تو کاتش میخری یگان جور لباس میخری بخون اینا گفتم سر بردینی میده گفتم بازم با بچه گفتم می کفایت میکنه دونیم کرد گفتم اگه دختر باشه سر پیتی لفظی نشده میشه این گفت ما تدیش یار خوش خورده بود پیتی لفظی نشه خالی تاپیک خلاجیم گفتیم نمی کتاب چه گرامر در برما بته گفت روز صبح پنجشنبه جمعه منشه روز شنبه میاره خب روز شنبه که نمی کتاب چه خدا ما نمی دیبا وقت گپ باشه ما که اول هر کتاب چه خدا میگیریم نه در مصحف اولش اسم فلانی ولد فلانی جای سکونت ادرس نمی چیدم ورق اول نشه نه شماره تلفن خدا نشه ارتش به شکل دیگه در روز که کورس اومدیم ما که در کورس اومدیم سر مادر معامله اومدم مادر من برده شفاخانه عملیات کردن یک نوچاک ما هیچ از دنیا خبر دیگه ما هیچ خبر نه دیگه یک شد در شفاخانه ساعت 8 بجه شب بود که ما میرفتم خانه که رسیدم دمستان بود 9 بجه از کورس رفتم میرفتم 8 بجه شد یعنی خانه کردیم دیدم که مادر من یک کلی کلان میکنن همون تو که خدای چه خوشت نه عملیات رفتم تا میشه گاهی شفاخانه در اینجا ها بودم یک وقت بودم دیگه 11 بجه شد پدر خدا گفتم تو برو ما میباشم او گفت نه ما میباشم تو برو خدا آخر ما اومدم مو داوود یمان در موتر شیشتا بودیم دیگه در تکسی این 11 و 7 دقیقه که ترنگ زنگ آمد که نمی زنگ آمد گفتم پیش از دوکی ما گفتم غیر دیبا هیچ کسی دیگه بودن نداره که نمی آمد بله سلام خوب است خیر موقت که باشه بچهش نیست صفی از دبار خیلی چالاک است اما قدود گپ میتونم نه کیش برسان گفت شناختی ما گفتم چرا نه گفتم تو اگه پرندم شوی دعوا ما دارم بشناسم نامن تو گاده دیگه چرا است ولی تری بودیم راستی روح بشرفتی باش چی قرفتیم که کجا؟ همینجا کجا؟ کسان نباشی خالص نمی‌گوید دی ما میرم ما چاشنال میخورم ما اونجا کلان هم شیرش سرمان نمیفهمم کی کار این کلان هم شیرش مریم نام داره که خوب دختر است ما میرم کردم تو کشترا بودی؟ تمام تو کارا نباشه که نکردم اما تو فکر میکنی فیلمکی چیزا میگه؟ ما خود چیز نمیگه